سلام، بدون تعارف اومدیم به یکی از محلهای قدیمی در شرق تهران. مهمان این هفته برنامه بدون تعارف 53 ساله است و تا امروز بیش از 14 بار شغل خودش رو عوض کرده. بله، مردی که در دوران جنگ 14 تا ترکش خورده، 40 تا کتاب از خاطرات تلخ و شیرینش در دوران دفاع مقدس نوشته و آرزوش این بوده که خدایا من رو شهید نکن. یالا. آها، تحویل هست مگه همینطوری سرتو میندازی میای تو؟ دری، زنگی، اهنی، جنونی. چی شد رفتین جبهه؟ قصه از کجا شروع شد؟ والا بار خورد رفتیم، قصه ای نداشت. ما رفتیم اون طرفا دم مرز پاسور، ماسور، اکسندی، شو جدید اینا بیاریم. یهو دیدیم وسط میدون مینستیم، نه راه پس داریم نه راه پیش. گفتیم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا سرای شلمچه است. بگو لبیک یا خمینی برو رو مین. گفتم گور بابای خمینی، خدا این وسط ما رو نفله پفله نکنی ها. یعنی از خدا خواستید شهید نشید؟ آره دیگه، اسکلیم مگه ما اولا داره. نه، اونا که رفتن واقعا بهترین پاداشو گرفتن. ما بدبخت چی؟ 14 تا ترکش خودیم، هیچی به هیچی. بابا ازای هر کدوم ماهی 3 میلیون بیشتر به اون نمیدن. عزیزانم رها کردند و رفتن. سرای شلمچه شما آرزو کردین که خدا شما رو شهید نکنه. الان میخوام بگم در حال حاضر آرزوتون چیه؟ والا من به عنوان یه بسیجی جبهه رفته و ترکش خورده ارزشی، تنها آرزوم توفیق مقام عظما در خاموش کردن فتنه و رفع تحریم هاست. که خب خلاصه ما همون لالوها بتونیم اون پولایی که بانک اروپا داریم ما آزاد کنیم، این پسرمون اینجا هست و بفرستیم کانادا، بعد اون جنسامون از گمرک بیاریم تا بتونیم خدمتگزار نظام و مردم باشیم. الان میشه پرسید حقوقتون چقدره؟ حقوق؟ من اصلا حقوق نمیگیرم. حقوق نه، اصلا نه تعارفم نکن. ولی به لحاظ اشانتیون ما 2 میلیون تومان اینا. کلا نه، این 1-2 میلیون رو که از مسجد محل میگیرم، مکبرم اونجا میسم 1-2 میلیون. یه 38 میلیون ناقابل از کمیته امداد میگیرم. یه 60-70 میلیون ناقابل بنیاد مستضعفان، 50 میلیون آزادگان ناقابل، رزمندگان 70 ناقابل، جانبازان 45 میلیون ناقابل، مفقود الاسری هم یه 80 میلیون ناقابل. دیگه بقیهش معاملات خودم و چند تا کتابی که نوشتم، یعنی نونو بازومو میخورم، عرق جبین و اینا رو. از این 40 تا کتابی که نوشتین چقدر در آوردید؟ چقدر در آوردیم؟ والا این کتابای من خیلی متقاضی داره، چندین بار تجدید چاپ شد، تو اکثر خونه هم هست. بیشترین مخاطبینش هم این لبو فروشا و سبزی فروشا و این شرکت‌های شیشه پاک‌کنی هستن که میگن خیلی خوب تمیز میکنه، یعنی به لحاظ کیفیت تمیز کردنش خیلی خوب. خب خلاصه اینا کتابیه که حماسه‌های جنگ رو توش نوشتیم دیگه، یعنی تمیز کردنش خیلی خوب، یعنی میشوره میبره. واقعا الان مثلا پسرتون رو میبینم پشت صحنه، برای ایشون از این صحبت‌ها بکنین باور میکنه؟ پسرم والا اولاش باور نمیکرد که همچین پدر حماسه سازی داره، اما بعدش که 2-3 بار فرستادمش آنتالیا و اینا، بعد رفت آمریکا درس خوند و این مازراتی هم که این پشت خونه بود انداختم زیر پاش دیگه، کامل به این یقین رسید که هر چی داره از همین 14 تا ترکش من و همین خالی بندی های من تو این کتابا و مقام معظم و امام راحل اینا داره. سیاسی هم هستید؟ اهل چپ راست؟ والا سیاسی بستگی داره چپ کی پرتر باشه، یعنی کد تنه کی باشه. اگه اصلاح طلبا بیان رو دور، ترکشای من همه با هم دیگه سمت چپ که میرن سمت چپ. اگه اصولگراها رو دور باشن، ترکشا مهاجرت میکنن همشون با هم دیگه مثل فلامینگوها میان میکشن میرن سمت راست. اگرم که یهویی براندازی مراندازی که این روزا الان خیلی صحبتش میشه، که من اصلا ترکشی ندارم. ترکش نمیفهمم، ترکش خوردنیه پوشیدنیه. اصلا من از ابتدا با جنگ و امام و مقام عظما اینا کلا مخالف بودم. آخر برنامه از مهمان میپرسیم بدون تعارف ترین کلامش، خطاب به مردم، مسئولین. والا من خیلی کوچیک‌تر از این هستم که به چیزی بکنم، ولی در رابطه با مسئولین بدون تعارف میخوام بگم شما به اندازه یه استامینوفن کدئین هم درک ندارید. آقا یه قرص استامینوفن به این کوچیکی بدون هیچ توضیح و فکت زدن میفهمه دردت کجاست، صاف میره سر اصل مطلب. حالا شما به مسئولین به علاوه 100 کیلویی نظام بگو درد نظام چیه، جواب نمیده که. یکی تو فکر آقازاده‌اش تو آمریکاست، یکی تو فکر تحریمه، یکی تو فکر سوریه است، یکی تو فکر عشقه، یکی تو فکر یاره، یکی همیشه مست و یکی منم که بی تو بی قراره، یکی منم که بی تو بی قراره.
مرگ بر ضد ولایت فقیه. مرگ، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. کربلا کربلا ما داریم میاییم، اگه ما نیاییم یارو میایه، دلدارم میایه، یارو میایه، اوی دلدارم میایه.